نوروز آمده است، بهاری زیبای و بهاری پرناز و نعمتی تاجیکان آمده است. به نوروز همه کس مبارک شود. دخترها بیایید، گرد چنگ تکونید، کورپه ها را افشونید، گرد و غبار سال کهن را تازه کنید که نوروزی دلفروزی بهروز را به خرسندی پیشواز گیرید. ای نوده سبزیده، ای چشمه جوشیده، ای نوری دل و دیده، ای قوم پسندیده، نوروز مبارک بود. عید نوروز در خانه همسایه مرحمت کنید، بیایید بیایید مرحمت کنید، بیایید مرحمت کنید. عید نوروز مایه خوش آمدید، نوری دید مبارک باشد به همه عید نوروز. به هم خداوند خیر و مبارک در نوروز. مرحمت کنید.
اما امروز ما اطراف یک خانه نوروزی نشستیم و مقصد آن است که این عید پرشکوه ملت خود را چگونه پیشواز میگیریم. نوروز از قدیم الایام یک عنعنه گذشتگان ما هست. سربلندی مردم مستشوه پیش از همه در آن است که آنها به مهنت شغل دارند و اساساً کشاورز هستند. کشاورزان هر سال با فرارسی بهار نازنین، با فرارسی نوروز منور اولین دان را به زمین می پاشند و حاصل فراوان را انتظار می شوند. امروز که ما در یک نزد دسترخوان نوروزی نشستیم و مصلحت آن را داریم که نوروز را چگونه قید میکنیم. پیش از آن که ما یک نقشه اساسی عید نوروز را آماده سازیم، باید عنعنه‌های گذشتگان ملی خود را فراموش نکنیم. ببینید در گذشته ما پدر و بابایان میگفتند که اگر ماه فوریه میشد از همان وقت تیاری به جشن عید نوروز آغاز میشد. در خانه ها در مخصوص طبقچه ها دانه گندم را میگرفتند و آب میپاشیدند و نزد تفسان میماندند که تا فرارسی ماه مرد همین سومنک نیش زند و ان همین نیش زدن سومنک آغاز بهار بود، آغاز عید کشتکار بود، آغاز پیشوازگیری عید نوروز بود. اکنون عنعنه‌های گذراندن عید نوروز که امروز ما از تلویزیون تاجیکستان میبینیم در بین مردم خیلی وسیع انکشاف یافته هستند. لکن عنعنه‌های ملی مردم مستشوه امروز ما باید فراموش نکنیم. پیش از همه در روز عید نوروز مردم در میدان‌های وسیع جمع می‌آیند و در این میدان‌ها هم بازی می‌شود، هم مردم به بازی‌های ورزشی مشغول می‌شوند. خصوصاً در سال‌های پیش اگر اسب‌تازی و ریسمان کشی و لام و چیلک بازی و دیگر خیلی عنعنه بود، امروز از سر نو همینها احیا شده ایستادند. بیاید اگر گیریم، من از کودکان که آنها برای آمدن نوروز خیلی شادی دارند، پیش از همه آنها بازی های ملی رو مشق میکنند، خصوصا لامپر بازی، لام و چیلک بازی، عاشق بازی میگویند، یعنی یا اشتالینگ بازی ما میگوییم. همین بازی ها خیلی ممنون هستند امروز. و نزد اگر توده کلان ها در روز عید نوروز رویم، آنها بیشتر به بازی خصوصا خروس جنگ یا اینکه فرض کنیم بدون جنگ، همین خیلی حیوانات ها رو به یک شغل در آورده تماشای آنها رو بازی میکنن و ذوق میبرن. و همین عنعنه‌ها یک مفهوم خرسندی شادی مردم است که فقط به مقصد آنکه بهار نازنین فرا رسید و مردم آماده کشت کار هستند. خوشبختانه در آن است که در روزهای عید نوروزی بیشتر مردم در همین خیلی اطراف دسترخوان نشسته هزلگویی میکنند، سرودخوانی میکنند، بیت برک میکنند. دیگر عامل‌های فرهنگی هستند که آنها در خود همان خانه ها نشسته همین چیزها را چی میکنند. یک شانه من اگر زرفشان من است، یک شانه دیگرم بدخشان من است. از چهار طرف ره به جان پیوندد، خجند و حصار و غرم و ختلان من است. مردم مستچوه از قدیم الایام عید نوروز را خیلی با شهامت بزرگ پیشواز میگیرد. برای نام میپزند شبی دراز، زنان نانهای گوناگون میپزند، کلچه، ناچره، فطیرهای به مغز، فطیرهای رنگین، فطیرهای با جزه، کلچه های رنگارنگ میپزند، اوگرا میبرند،
خورتاب میپزند، کشک شبدیگی میپزند. بسیار خوراک‌های قدیمی خود را بار دیگر در عید نوروز برای مردم آماده میسازند. این انعنه را از کوهستان مستچوح به اینجا مردم مستچوح آوردند و امروز جوانان انعنه قدیمی تجلیل نوروز در مستچوح را دوام داده ایستادند و امروز هر یک دختر، هر یک زن کوشش میکند که هنر خود را در این روز نشان دهد و نوروز را همیشه ما مقدس میدانیم. نوروز این ابتدای بهار، نوروز این آسایش زندگی، این آبادی. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. امشب روز مردم ما با آباد کردن دیار، هر یک گوشه دیار با کبود زارکنی، تازه کردن خانه و در خود، منزل خود، کوچه خود به این جشن بزرگ آمادگی می‌بینند. اوگرا از خمیر سخت تیار میشد. خمیرش چقدر سخت بیاد اوگراش در درونی دیگ انداختن آب نمیشه، شروع میسته. اوگرا آرد کرده میبریم، نه چسبت گفته. عروسا هم خیلی یاد میتیم که عروسا از خونه اول اوگرا بری رو یاد گرفته، بعد خونی شهر برایم. ایدان دفقت اوگرا میکنیم، تپه میکنیم، منتو میکنیم، خانم میکنیم، خونان تقسیم میکنیم، اوش کرده همسایان رو تقسیم میکنیم در روزه عید. برای نوروز مخصوصا اوشی اوگرا رو شروع کرده، تقسیم کرده، بچه ها جمع کرده سری دیگه اوشی اوگرا رو بچه ها میتیم اول تبنا کنن. گفته هر یک الفی اوشش های این امچه کنی میبره، متور، ایشم، لوبیا، ملک، باقله، کوره، زبوده، همش امچه کنی آورده. خیلی اوشی به مزه کرده. در عید خورد کلون اول بچه ها را، بچه ها کاسیچه هاشون در سری دیگ تبنا کرده میخورن. این کارد بیبی اوچه ها ما میراسی موندگی. این کارد قدیمه. اوگرا بریرم هنر، یعنی هر کس بریدن نمیتونه. من مادر کلانم یاد دادگی، مادر کلانم. من 18 ساله بودم، این مادرم من به یاد دادگی، مادر کلانم به من یاد دادگی. بریدن رویش خودش داره، هر نمودش های، لگمانش افستر میبود، اوگرای اوشی بدوغش باریکتر میبید، اوشی بدوغش با مزه تر. من خیلی دسته زده اوگرا را و باریکتر میشه دستش زنیم. اوشی دسته زدگی و مزهش دیگه. بیبیام و اوچه‌ام میگفتن اوش دسته زنید و مزهش میشه. ولی ماشینکه ها برام دیم، ماشینکه قطی میکنه و مزه نداره. انا اوگرا اوشی نوروزه.
امروز در هر خاندان، در هر یک محله، در هر کوچه نشانه های نوروزن، سنت های نوروزن که مردم با یک جهان شادی خرسندی تجلیل میکنند. سنت بهترین گفتن نوروز عید دهقان است، عید مردم کشاورز است که به عید کشتکار، به عید بهاری تیاری میبینند و من اطمینان کامل دارم که نوروز امساله از نوروزهای پیشتر باز با اون فرق میکنه که ما رو در پیش یک عید بزرگ دیگر ملی است. 30 سالگی جمهوری تاجیکستان، 30 سالگی استقلالیت جمهوری ما که بعدش ما تجلیل میکنیم و من اطمینان کامل دارم هر یک مردمی ده، هر یک ساکنی، هر یک محله، شهر و ناحیه ها برای به دستاوردهای بزرگ، به دستاوردهای خوب مهنتی پیشواز گرفتنی عید استقلالیت بیشتر خوبتر مهنت میکند و نوروز امساله نشانش خوب است و گلهای شکوفان، کوچه های آباد از آمادگی مردم به این عید بزرگ ما گواهی میدهد. من عبدالفتاح اشاره کردن یکی از سنت های معمولی مردم مستچوح اون بود که در خانه ها، در حوله ها در روزهای نوروز بیت میخوندند و بیت های خلقی میخوندند. مهتاب شبم میرم بگیرد خونش، مهتاب شبم میرم بگیرد خونش، آچش میگود یگیت خوب ایمونش، یاری من اگو از بون فراد ایوونش، جونم روده نگردم از فرمونش. هایت گویم مستگی دالم خیزی، مانندی قلمم فریدشم به تیزی، بلبل شوم و شنم به شاخی چارمغز، پوشیدنی اطلسی بخارا بتون ارزای. حالا ما لاچره را ساخته ایستادیم. از لاچره از خمیر خیلی سست تیار می شود نسبت به دیگر خمیرها. خمیر این خیلی ملایم می شود و آن را با زوالای خرد که تقسیم کرده در روی رفیده های کلان آن را تنگ میکنیم. تنگ کرده در تنورها 3 دانگی می چسبونیم. اینا همش کردانهای زنهای مستچوح عادش به آسانی می براید و دیگر زنها اینها را دیده تعریف کرده، حواس کرده میگن که این نون چخیل شما میپزید در تنوراتون همین نمیسوزید، لیکن زنای ماین با استوگی خیلی کلان همینا را تیار کرده میتید. واقعا هنرمند بودگیش به هم معلوم میشود و لاچره را ماین در توی ایام ها در وقتی که مهمان دعوت میکنیم لاچره پخته در دسترخوان، زیب دسترخوان میگذاریم گرم که هر سحری از این لاچره خوردن ممکن. در لاچره شیری صاف هم نمیکنیم، در لاچره آب همراه میکنیم که وقتی که در تنور میبندیم از تنور با آسانی کنده شود. اگر در لاچره روغن کنیم اون از تنور با آسانی کنده نمیشود، چون که خصوصیتش همین که لاچره ما خمیرش خیلی تنک است، از همین سبب آن را روان کردنش ممکن نیست و غوزک میزنه. این کلچ است. این را از مستچوح کوهی از بته ها تیار میکنیم و قاق کرده در روغن جوشانده در هر یک خانه مستچوحی این کلچ استفاده برده می شود برای نان را کاواگ میکند. بسیار چیز قدیم الایام است. در خانه همه ما هست، خصوصا در نوروز این را با بسیارتر استفاده میبریم. انا نان را ما همین خیلی راست میکنیم، پر زده خشرو کرده برده در تنور چسبانده میگیریم. ما در چیزی نوروز بسیارتر فطیر، لاچره، آش اگرا، کشک، قرطاب، شکراب هر نمودش را تیار میکنیم برای نوروزی. این سال جشن نوروزی بسیار سال نغز اومد. در سری صرفی ما وقتی نان راست کنیم آرزو نیت ها ما را خصوصا در ماهی در نوروز گفته راست میکنیم.
پلوش تیار لاچه رو برآورده بستن در دو. قرطابی مستچاهی میگونین قرطی خاک میاندازیم میشکیم وقتی که قرط آماده شد تیار شد و دیگه میمونیم روغن میاندازیم پیاز تف میتیم بعدی پیاز آرد میاندازیم تف میتیم همین که تیار شد انا قرطی تیار میاندازیم قرط تیار شده ما میاندازیم اکنون تیار که شد میکاویمش قدیمه ها مستچاهی ها آچه ما میگفتن که بچه ها ما با قرطاب با حدیر با بلماق کلون کرده میگفتن اکنون این قرطاب خاصیتی نقص دارد که آدم کسی که خرد بیا لذت میبرد کسی که خرد بیا لذت میبرد یا قرطابی مستچاهی گفته میخورن وقتی قرطاب ما تیار شد با رویش کردیم اینجا گوشت پیاز همیشه تف میتیم و لگندن نون گرم میشکنیم ابولاش روی رو میریزیم قرطاب میبرداریم انا میخورن لذتش در همین بسم الله الرحمن الرحیم همین لاچه رو از تنور میکنیم مایدش میکنیم وقتی که مایدش میکنیم نون گرم تیار که شد انا مایدش کردیم اکنون اینجا روی کردیم برای لذت آوردن قرطاب گوشت پیاز همشه پشکی زربونده مونده اکنون قرطاب دبالاش میبرداریم اکنون وقتی که برداشتیمش با لذت میشد با خوردگی ها هم از الهیم لذت برده خورن هم وقت قرطاب در خوجگی در کاره هم میخورن ویا لذت میبرن برای خوشتم شدنش با کبدیش میکنیم این کبدی ها رو میکنیمش این قرطابی نوروزی شدن که لاچور پزی مستچامورم در دستا هی آماده کنی با شیر و قیماق نانات هی سرشته و سرفکاریات خوب علا آرایشی دست ترخانی تو پرمعنا هایا هی مهمون شویا به خونه مستچاهی هی گوسفند کندا به پیشی پاد قربونی هی با نان و
فتیر و کلچه و لاچوره هی در خونه دل تو را کند مهمونی های. در نوروزی های ما مردم قدیم سرودخوانی میکردن، خوشگویی میکردن، گوشتینگری میکردن، بازی های ورزشی بود. انا از اون جمله خوراک های ملی گفته گذاشتن، کشک، شیر برنج، کشک شب دیگی میگفتن، آش اوگرا، خوراک های ملی تیار میکردن برای نوروزی. همین موافق دو برادر که چند سال یکدیگر ندیده بودن، یعنی عرفی نوروزنده، یک نفرش خونی دیگرش به مهمون میشود. مهمون میشد، بعد شیر برنج میبیارد. شیر برنج خیلی خودتون میدونید موبایل مشبر روغن زرد میریزد و آورده میموند. صاحب خونه آورده میمونده و میگوید که برادر چند سال میشد که من رفت آمده کم کردی، سالهای آخر اومد نه آمده موندی، ما خیلی چند سال یاری برادری داشتیم، رفته همین خیلی آمده رفت نشود، اگر مهر عاقبتی ما گم میشود. او چند مرد نه آمده، گفته یک خط میکشد روغن پیشش میبرد. دو مرد نه آمده، گفته دو خط میکشد روغن تو همش پیش صاحب خونه میرد. مهمون بیچاره میبیند که روغن برفت پیش وی و میگوید میبخشید برادر عزیز، وقتی که دو چی تو مرد دنیا من میخوای قلاشور بود. گفته روغن ارلش کرده میپرداد. من الهی میجبه حال دنیا قلاشور نباشد. من امروز دنیای ما زمانی ما تنج آرام، خداوند همت تنجی امانه را نگاه دارد. من یک سرود نوروزی برای شما میخونم، با سرود خانی میکنیم، با از پی کار میشیم که با نوروزی چخی پیشواز گیریم. رفتم به سری کوه نشستم به تماشا، فریاد کشیدم ز غم و غصه دنیا. آمد به برم پیری خردمند و سخندان، گفتا که بگو بر سر خود داری چه سودا. گفتم که چه پرسی تو زی حال دل زارم، گشتم زی وطن دور منی به کس و تنها. به ذات خدا ساز اجابت دایم، سرجم بکن ملت ما را تو به یک جا. هر کس که بود دشمن این ملت تاجیک، در هر دو جهان ساز ورا عاجز و رسوا. این کین و عداوت بکنه سینه خود دور، ای دوست اگر داری تو اندیشه فردا. این کین و عداوت بکنه سینه خود دور، ای دوست اگر داری تو اندیشه فردا. یوری بگرو تیار اومده دخترو.
رفتارت یاد گیرم به مشقد میرم رفتارت یاد گیرم به مشقد میرم هی از دور اشارتم کنی بمیرم هایا رفتار تو آهو بر را میموند رفتار تو آهو بر راه میموند در عشق تو زیستنم خدا میدوند مهتاب شبی در آفرای بری آب نبوده دریا بری آب میرفتن زنکا مهتاب شبی در آفرای بری آب کاش که به منی سوخته کنی دست آب بیرون نبرا تر میشوی در بارون در آبی دو دیدت مرم جوره جون من میبروم پگه تو برساقم کن برساق برک برک میگن نوروزی ها برک میکردن من میبروم پگه تو برساقم کن سبحان فتیر شیرو قیماقم کن بالا به نگاه کنم که کی شب میشد شب تا به سحر در بغل چاقم کن
زنان مستچاح را اساساً از روی هنرهایشان میشناسند در تمام جمهوری تاجیکستان، خصوصا هنر جامدوزی. این هنری است که در تمام جهان مشهور است. جامعه تاجیکان را در تمام جهان میپوشند. خصوصا زنان و مردان مستچاح، کودکان 3 فصل سال با جامه میگردند. جامعه زیبای مستچاحی در عیدهای نوروز، در مراسم عروسی، در مراسم غم و اندوه، در همه مراسم هایی که هست در بین انسان، همون جامعه رو ببر کرده می روند. ما همین کس را انتخاب کردیم، از این کس سرفراز هستیم، چون جامعه ما دختگی در تمام جهان قریب پهن شده است. هنر بسیار دولتی کلان است برای انسان. من توصیه میتم که دخترها، کلینها، جوانان، جوان دختران انمی هنر بالای تاجیکانه را از یاد کنند، آموزند تا که این هنر از بین نرود. این ادرس های زیبا، اطلس های زیبای، جامه های زیبای مستچاحی تا ابد باید که باشند. جامه ها میشوند جامه های عروسی. جامه های عروسی اساسا از همه خیلی ادرس هایی که ملچه زدگی هستند تیار میشوند. ابری این رو از همون مگزین ها میگیریم، استرش رو با چیزی خودش یک رنگ انتخاب میکنیم، بعد فراویز میمونیم. این رو پخته کرده میدوزیم، مایده دوز میکنیم. اینا رو فقط عروسا میپوشن، آنها یوش هستن آنها میپوشن. جامعه هایی هست که از متریال های برخط، ویشیفک زدگی میگیم که گل زدگی هستن، آنها رو برای زنان کلانسال، برای پوشیدن معرکه و مورد و مجلس ها، برای گشتن در همین تگی خانه در کجای باشه در کار است، از آنها میدوزیم. برای تگی خانه جامعه های ویلیور میدوزیم، چون که باید چرک بردار است. برای زنان و دختران کلین ها که خدمت خانه در را کرده میگردند بسیار هم موافق میکند. همین خیلی جامعه ها الهی دائم باشند، همه کس دوزد، همه کس پوشد، چون که این لباس ملی ماست، لباس زیبای ماست، لباس والای زیباترین است. به مناسبت همین عید نوروز همه شمایان را به این عید تبریک و مبارکباد میگویم. ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان. در
در جشنگاه نوروزی ما آراسته دستورخوانی باز، مردم همه جمع آمده هفت سین و هفشین کرده ساز. این منزل امید هاست، جای دعا و مستجاست، پیوندگری مهر و وفاست، آسایشی روح و نواست. این آیتی نور و ضیاست، این وحدت و صلح و صفاست. دیگی پلو در جوش است، دو اگرا و کشکی قیلدار، نانی به حلوای بهار، لاچره و کلچه فتیر، در مزه خیلی بی نظیر. گر کشک شب دیگی پزد، شاهی طعام ها آن بود. قطمال برگ میخوری، کلچه پزند با جزه ها، با مسکه و مغز و مویز. مست میکند بویش تو را، ای جانی من مستچا بیا.